پروژه کانال آبیاری قوشتیپه فعلا در بخش‌های مختلفش کار جریان داره، مثل کندنکاری و پرکاری مسیر کانال که در فاز دوم کارش جریان داره و در 87% پیشرفت فیزیکی داره و تقریبا در مرحله آخر کاری خود قرار داره و ان شاء الله الرحمن در آینده نزدیک کارش به مرحله پایانی خود میرسه. و همچنان بر علاوه سربند کانال قوشتیپه بالای 9 ساختمان دیگه که پل هاست و کنترل کننده آب است کار جریان داره که هر کدام از اونا در اون مرحله زمانی خود در فیصدی متفاوت قرار داره که گفته میتونیم که در ساحات پلایی که کار جریان داره حدوداً 35 تا 40% در مجموع یعنی اوسطش پیشرفت فیزیکی داریم. و در خود ساختمان سربند کانال قوشتیپه هم کار به جدیت و به شدت کار جریان داره و فعلا حدود 75% پیشرفت فیزیکی داریم در خود ساختمان سربند کانال قوشتیپه. ان شاء الله بسیار باسودی برآورده میشه. فعلا که شما نگاه میکنید در 75% کار کانال تمام شده و وقت بسیار اندک کار داریم که مکمل ان شاء الله به بهره برداری بسپاریم به هموطنان عزیزمون. 75% این دیوالا رو که شما ببینید همش در درجه آخر استبتری قرار داره که اینجا کار جریان داره و او دروازه‌ای که مانده دروازه‌ای که است اون دروازه بسیار کم کاراش مونده که کاراش تکمیل شود. گروهی هست اونجا کار میکنه و اونجا پایلام جریان داره، در اونجا کانکریت ریزی میکنیم که دیگه بسیار کم کارش مونده ان شاء الله با آسانی تمام میشه. امو آب است که از دریا سرچشمه میگیره و همونجا فعلا استاد است. ما آب رها نکنیم، فقط از دو طرف کانال ما آب رها کردیم چون بغلای کانال آب جمع میشه، ما رها کردیم و آب طرف کانال بزرگ میره. این آرزوی بزرگ همه انجینراست که بیاید در بزرگترین پروژه یک ساختمانی باشه یا بند باشه یک جای کار اجرا کنه و یکی بزرگترین آرزوهایشان است که کشورشان خودمختار شود و اونجا نقش بزرگ داشته باشه در کشور خود. و اینجا که ما کارگرها داریم بیشتر از 200 یا 300 کارگر داریم که فعلا در اینجا در جریان است در کار ما و انجینرایی که هست همش انجینرای فعال است که بیشتر از 6 نفر انجینر سایت انجینر داریم، انجینر QC داریم، انجینرای لابراتوار داریم و ماشینری که شما همه جا میبینید ماشینرایی است که همش از انکشاف ملی است در اینجا در خدمت ما گذاشته شده، اینجا کار میکنه و دیگه آرزوی داریم که دیگه از این بیشتر امکانات در دسترسی ما قرار بگیره. طور است که اینجا ما وقت کانال میسازیم هر موادش ما طور تنظیم کنیم که بهترین کیفیت داره و با بهترین شرایط ما رو نگهداری میکنیم. حالا شما طور که نگاه میکنید اینجا کانکریت ما ریخ کردیم، اینا کانکریت کیورینگ میکنه آب میته تا که مقاومت CMP را اینجا پورا کنه و اما کانکریت که ما ریخت میکنیم CMP است، یعنی CMP است و مقاومتش که ما وقتی که کرش میکنیم در لابراتوار از CMP زیادتر میآید در 50 MP میآید که یعنی مقاومتش بسیار بالاست و هر مواد که ما استفاده میکنیم بهترین کیفیت داره در ساحه. پروژه بخش انکشاف ماشینکار جالتر خود مستری هستم، دوان شاگرد دارم در اینجا. فعلا وظیفه ما هم گفتشه که بیرو خروج میکنیم آب چشمه را در اینجا کارگرها کار فعلا جریان داره، کار روان است. همین آب که زیاد شد بعد اینجا کارگرها کار کردن نمیتونه، کار باز توقف میتونه از این خاطر که آب بیرو میکشن آب چشمه کم شدن کار است که کار اینجا جریان داره. بله کلش آب چشمه است. باید این 24 ساعت جالتر روشن باشه. از این ساحه گفتی که آب چشمه بیرو خروج کردن یاره خب با امید خدا ان شاء الله الرحمن که یک 2 سال بگویم زیادتر کمتر کم و زیاد بله صاحب که ان شاء الله کار بخیر گفته که خلاص شوه. گفته که به خیر خوبی بره، گفته که او که بره کشاورزی بخیر ان شاء الله الرحمن زیاد میشه، حاجت کشور رفتن با ضرورت نیست. گفته که صغیر و کبیر از این ان شاء الله را از گفته که استفاده کنن به خیر خوبی ان شاء الله الرحمن از دریای 5 با امید خدا ان شاء الله. هر لردش ما از خدای خود شکر میکشیم دمی کار خودم یک دو رقم معاش حلال میگیریم با چی روزگار خود خرج میکنیم. هزار با شکر است با امید خدا ان شاء الله. دایید خودم اینجا بودم 4 رخصتی رفته بودیم. بله صاحب اینجا فعلا 5 لیتر 8 لیتر دارم، مسئول 8 لیتر هستم در این منطقه. 5 نانش روشن است و 3 خاموش است. بنابراین این لیتر روشن میشه. کلان افتخار است با وطن خود خدمت میکنیم.
ان شاء الله الرحمن از آب دریا انتقال داده نشد. آب چشمه کس خیز چی است؟ آب چشمه روان است کلا. اوه یا بله چشمه است. آب چشمه است. خود از این منطقه بسیار او خیز بوده. این منطقه در 9 متر در چای عمیق میگه ما 9 متر آب میته این منطقه. بسیار عالی. و پورا سنگای چارکنج بود. چارکنج که از اون به لب دریا انداخته میشه. خب که آب خسارا نته. ریگ میگو زمینای ما را کم نسازه. نه کم نسازه ولی